صدمه فاجعه‌بار در نزد مکتب رقم 14 پایتخت که با فوت یک خواننده و جراحت برداشتن دو نفر دیگر انجام یافت، نگرانی اکثر والدان را در مرکز شهر از سرنوشت فرزندان مکتبخانه‌شان بیشتر کرده است. این حادثه قبل از ظهر 7 مارس در گذرگاهی نزد مکتب تاجیکی روسی رقم 14 که در کنار راه ماشینگرد خیابان رودکی واقع است رخ داده است. خوانندگان صنف‌های 5 کریمه قربانووا، شیرین قیومووا و سفینه نوروزووا هنگام عبور از گذرگاه زیر چرخ ماشین اوپل ماندند. شاهدان حال قصه میکنند هنگام گذشتن از راه ترالیبوس که در خط یکم بود به نورسان راه میدهد، اما ماشین سبکروی خط دوم با سرعت حرکت را ادامه میدهد و خواننده ها را پخش میکند. چند نفر بودند؟ 6 مرد احمد مرد سر و عروسی و سر مامیجا به سر نواسه مدرد چیزی باید بیست موسیم بگذارن و پیش خود جداگار ده یا باید بیست موسیم جدا بگذارن فایده دخترچه گذاشته بودن سه نفر دست به دست بودن. یکی ماشین با سکورس بلند اومد زد و یا دخترچه پریدن رفتن نمیدونم یکتش من بود زدم و تمام خودم من نمیدونم. در پی این حادثه کریمه قربانووا 11 ساله با آسیب جدی کوسه‌خانه سرفافتیده، سفینه نوروزووا و شیرین قیومووا دو خواننده دیگر با جراحت‌های مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. حالا وضع سفینه میانه و شیرین نسبتاً بهتر ارزیابی می‌شود. نزدیکان شیرین از نقل او میگویند این حادثه هنگام تنفس رخ داده است. خوانندگان به خاطر خریدن یخماس میخواهند به طرف مقابلی راه گذرند و به صدمه دچار میشوند. دل خودم سیاه بود که همه دخترم وای بوده معلوم بود که چه میشه یگونگا میشه اکی رم ای بیش کنی سایب پروردگار خداوند کریم خد مورا خدا شکر وای کدای بود دخترچه من سوزا که برومد دودرشم خطیش بوده وای نگذشته وای گو ماما ما وای رفتم مغازین در اومد مروج خرید اینو مروج خرید وای گذشتن او طرف گذشتن خیلی دیگر دستکش وای شدگی گوز گیبس کردنه رو وکوش کانتر وای شدگی. مقامات حالا شخصیت راننده ماشین اوپل را اعلان نکرده است، اما شاهدان حادثه میگویند راننده که بعد از پخش کردن نورسان تلاش گریختن را داشت الکی بازداشت شده است. به گفته والدان خواننده ها این اولین چنین حادثه مرگبار در نزد مکتب رقم 14 نیست. گفته می شود 5 سال پیش یک همسبق این دخترها هم در پی چنین یک صدمه از دنیا گذشته است و همچنین ماه سپتامبر سال روان عیناً در همین گذرگاه خواننده دیگر زیر چرخ ماشین ماند. نگاه نمیکنند راننده و پیشی نگاه نمیکنند رویا نمیکنند. باید پیش خود با من کمتر اوستر گردد و ندارند سویتافور ندارند همه جا کامرا است اینجا با کامرا نیست. این فاجعه رعایت نشدن قاعده‌های راه و مخصوصاً مشکل نبود چراغک در نزد مکتب‌های تحصیلات همگانی شهر را ویردی زبان‌ها کرده است. اطراف مکتب تاجیکی روسی رقم 14 پنجره پیچ است و ماموریت مکتب میگویند آنها پیوسته به کودکان در مورد قاعده‌های راه تاکیدها میکنند. والدان خوانندگان مکتب برای بخطری فرزندان خود قبلا چند بار به نهادهای مسئول برای نصب چراغک در نزد گذرگاه مکتب مراجعت کرده بودند، اما این مراجعت جدی گرفته نشده است. کودکان معمولا توسط گذرگاه از راه سرماشین عبور میکردند، گذرگاهی که نه همیشه رانندگان هنگام حرکت احتیاط میکنند و به پیاده‌گرد خردسال راه میدهند. بنا به آمار رسمی در یک سال گذشته بر اثر حادثه‌های ناخوش در راه‌های ماشینگرد بیش از 400 نفر به هلاکت رسیده است. گفته می‌شود اکثرا در صدمه‌ها در کشور خردسالان می‌فوتند و آسیب می‌بینند.